بازی به جریان میفته. پرتاب باید انجام شه. ضربه‌شو میزنه. یه ضربه تمام کننده ضعیف. نسبت به حریفش بد عمل میکنه. والا پاس عمقی رو میده. یه فرصت بسیار خوب. تا اینجا خوب کار کردن. توپو تصاحب میکنه. حالا یه پاس. اونجاست که توپو مال خودش کنه. انتو سعی میکنه که نفوذ کنه. یه پاس بلند تو هوا بلند میشه و توپ از دست میده. مطمئنا میتونه. یه فرصت دوباره. انتو از بازی همراه با خشونتش داره لذت میبره. فشار زیادی روشه و همین باعث میشه که توپ از دست بده. پاس عمقی رو قطع میکنن. یه پاس تو عمق میفرسته. ضربه رو میزنه. خیالشون راحت میشه. فقط باید یکم بهتر کار میکردن. شاید بدون گل باشه اما بی هیجان هم نیست. یه پرش بلند. توپو دورش میکنه. یه ضربه سر بلند. توپو پس میگیره. باکیچ به زیبایی دخالت میکنه و خطر رو دور میکنه. یه توپ خوب توی اون. شانسش رو امتحان میکنه. ضربهشو بد میزنه. دروازه‌بان توپو میزنه. شانسش امتحان میکنه. به زیبایی عمل میکنه تا بهش برسه. یه تلاش عالی. به امتحانش میارزید اما نتیجه‌ای نداد. دروازه‌بان توپو میزنه.
هنوز 0-0 اما هر دو طرف موقعیت‌هایی داشتن. به خوبی دخالت میکنه، توپو میگیره. به نظر خطا میاد. داور ضربه آزاد اعلام میکنه. یه تقابل عالی مقاومت میکنه. داور سودشو به نشانه خطا به صدا در آورد. دروازه‌بان رو مغلوب میکنه و میخوره به تیر دروازه. هنوز داره جلو میره. معلومه چه نقشه‌ای توی سرشه. سانت تبدیل به کورنر میشه. توپو دور میکنه. توپو میاره جلو. حالا باید چه نقشه‌ای توی سرشه. نهایت استفاده از قدرتش میبره. تمام تلاشش اینه که شکست نخوره. از دست میره. سود داور پایان نیمه اول. هیچ تیمی گل نزد. بازی 0-0. میدان بازی با این ضربه شروع میشه. هنوز توپ از دست نداده. باز به دستش میارن. Ndong. یه پرتاب آت. Ndong. سعی میکنه توپو پس بگیره. هرچه سریعتر توپ به جلو برسونه. به منطقه امن میره توپ. میزنه ضربشو. یه ضربه ضعیف از دروازه‌بان. ولی پاس عمقی رو میده. میخواد شانسش رو امتحان کنه. توپ به خوبی ارسال شد اما ضربه خوبی زده نشد. توپو به زیبایی متوقف میکنه اما به قیمت اعلام یک ضربه کرنر. میپره هوا. باید بگم میتونست بهتر عمل کنه. خودش هم میدونه. میره که بگیره. حالا گل میزنه. اصلا انجام اون هیجان رو به بازی میاره. یه کورنر عالی که اون بقیه‌شو پیش برد. بالاخره یه گل میزنن. نتیجه 1-0. Ndong. مهارت این زیاد مطرح نیست. موضوع این تک به تک با دروازه. یه ضربه به سمت دروازه. هیچ نشونی از عدم اعتماد به نفس نداره.
دروازه‌بان توپو میزنه. سعی میکنه که نفوذ ضربهشو میزنه. اوه چه ضربه‌ای میزنه، چه ضربه‌ای. واقعا یه پایان باشکوهه. حالا یه پاس. آیا میتونه گل بزنه؟ سردرگم شدن که باید چیکار بکنن. هیچ جایی برای رفتن نیست. باید دقیق‌تر میبود. باز هوشمند هد میزنه. موقعیت گل از دست میده. اونجوری که معلومه تعویض خواهیم داشت. نه این اون توپی نبود که میخواست. Djenepo. بله راهشو باز کرد. به کنارهای زمین میفرسته. آیا گل میشه؟ حالا فقط خودش مونده و خودش. یه موقعیت خطرناک. شانسش امتحان میکنم و نتیجه‌ای نمیگیره. Ndong. Djenepo. تو عمق میفرسته. یه ضربه سر. هیچ اشتباهی نمیکنه. کارش خوب و نتیجه‌اش هم دید. یه تعویض استثنایی. بازیکن جواب اعتماد مربی رو میده. به نظر میاد بازی جذابی بشه. فقط چند لحظه دیگه باید طاقت بیارم. و خطاش اعلام شده. Djenepo. توپ از خط گذشته و یه پرتاب شکل گرفته. Djenepo. 90 دقیقه پایان رسیده اما وارد وقت‌های طرف شده خواهیم شد. بازی تمومه. داورم سوت پایان بازی رو میزنه. یه بازی کم افت و خیز، در این حال تماشایی که تنها یه گل به دو تیم رد و بدل شد. خب قبل از خداحافظی از شما بابت اینکه وقت گذاشتین این بازی رو تماشا کردین تشکر میکنم.